بله ها، من یک مدت زیاد را در تلویزیون ملی خدمت کردم به هموطنان ما و حال خواستم که از طریق شهرداری کابل بتونم یک نوع خدمت را به هموطنان ما بکنیم. و بعد که ما با پدر عرفات صحبت کردم، گفت عرفات از آیکیوی ذهنی 160 برخوردار است و استعدادهای خارق العاده داره که بیشتر با پدرش صحبت میکنیم و بعدا صحبت‌های خود عرفات هم داشته میباشیم در این زمینه. عرفات جان تقریبا دیگه به گفته خودشان پیشتر گفتن 5 سال سن داره و 5 سال قبل که به دنیا آمد تقریبا 1 کیلو وزن داشتن. عرفات جان که به دنیا آمد کمتر از 1 کیلو نیم کیلو بود. گیرت کردم نه؟ دیدی؟ خطا نمیخوری.